تا حدید هستم به چنل من خیلی خوش اومدی. اگر میخوای از اخبار بازار ارزهای دیجیتال با خبر بشی و سواد خودت رو توی حوزه مالی و بلاک چین بالا ببری، جای درستی اومدی. حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو روشن کن، ویدیوی بعدی میاد برات نوتیف بزنه. امروز بیت کوین بین رنج $109,000 تا $107,300 در نوسان بوده. این وضعیت مارکت. شاخص ترس و طمع روی عدد 67 و در محدوده طمع به سر میبریم. بریم بالا. خب توی 10 روز آینده یعنی 15 جولای بسیار دیتاهای مهمی قرار منتشر بشه. اینفلیشن ریت و کور اینفلیشن ریت که میشه تورم و تورم هسته‌ای. تفاوت این دوتا رو توی نسخه‌های پیشین نیوز مگ ماهنامه اقتصادی که مربوط به تیم نیو سیتی پرو میشه براتون منتشر کردیم. مطالب آموزشی اونجا زیاد هستش، جلوتر نشونتون میدم از کجا تهیهش بکنید. این روز بسیار مهمیه، چون که بر اساس این میتونیم یه چشم اندازی داشته باشیم که نرخ بهره آیا قرار کم بشه یا ثابت بمونه. با توجه به درگیری هایی که آقای ترامپ و آقای پاول با هم داشتن توی هفته های گذشته در مورد بحث منحصرا نرخ بهره، این دیتا بسیار تعیین کننده است و چیز بسیار مهمیه، باید رصدش بکنیم. شما توی فضای تلگرام که وارد میشین، ربات لیمینال هست، لینکش توی چنل تلگرامی خود تریسیتی پرو و نیو سیتی پرو هستش، از اونجا میتونید بردارید. لیمینال آندرلاین بات، این رو که باز کنید باهاش یه اینتگریشن میزنید، میزنید که شروع و بهتون میگه که چه کمکی میتونم بکنم. میگید دسترسی به ماهنامه اقتصادی، تمام شماره ها از شماره اول تا شماره 6 که میشه 6 ماه گذشته در واقع. نسخه جولای هم 15 ماه منتشر میشه که بهتون اعلام میکنم. هر کدوم از اینا رو که بزنید میتونید نسخه رو دانلود بکنید، پی دی اف، و اگر نظری داشتین حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. ویتالیک بوترین خالق اتریوم در مورد تورنادو کش یه واکنشی نشون داده. تورنادو کش یه پلتفرمی بودش که شما از طریق اون میتونستید رد پولتون رو حذف بکنید. در مورد تورنادو کش هم توی نیوز مگ مطلب نوشتیم، راجبش براتون توضیح دادیم. کلا بحث پرایوسی، توکنایی مثل مونر و اینا چه شکلی کار میکنن. اونجا مقاله های تکمیلی رو براتون تهیه کردیم، از اونجا میتونید کامل بخونید. کلیتش که بدونید تورنادو کش چیه، یه ابزاریه که از طریق اون شما میتونید ترک پولتون رو حذف بکنید، مسیر پولتون رو که میشه رصد کرد که این الان از این ولت رفت به این ولت، اینا رو میتونید حذف بکنید. هدف تولید یه همچین محصولی این بوده که بحث حریم شخصی رعایت بشه، اما یه سری از گروه‌های هکری و خلافکارها دارن از این استفاده میکنن برای اینکه پولشویی بکنن و یه پولی که از یه جایی هک کردن و دزدیدن رو از طریق تورنادو کش میتونن ردش رو حذف بکنن و دیگه شرکت تتر اگر که مثلا تتر دزدیده شده نمیتونه اونا رو فریز بکنه، چون دیگه شسته میشه، معلوم نمیشه که از کجا اومده. اگه یادتون باشه هک بینگیکس اتفاق افتاد چند ماه گذشته که خیلی خبر مهمی بود و خیلی سر و صدا کرد. بخش زیادی از اون پول هایی که دزدیده شده بود از طریق همین تورنادو کش شسته شده بود. حالا مدیر شرکت تورنادو کش که خب درگیر مسائل حقوقی و اینها بود، سالها زندان بود، که حالا به هر حال درگیری هایی داشت توی پرونده دادگاهش و حالا یه مدت اومد بیرون. الان مثل اینکه دوباره یه حکم هایی براش بریدن و دوباره درگیر یه سری مسائل شده و الان ویتالیک بوترین اومده از این شخص حمایت کرده و گفته که نباید بحث امنیت و حریم خصوصی رو از همدیگه جدا بکنیم و اینها بخش های جدایی ناپذیری هستن که باید کنار هم باشن. اگر به خاطر مسائل امنیتی بخش حریم خصوصی یه شخص زیر سوال بره، اون دیگه میشه بهونه برای حکومت که بخواد یه همچین اقداماتی انجام بده و یه همچین پروژه هایی رو روشون دست بذاره و غیر قانونی قلمدادشون کنه. کلیت حرف آقای بوترین اینه که حفاظت از داده ها و دیتا ها امنیت کلی یک بلاک چین رو تضعیف نمیکنه، بلکه تقویتش میکنه. اینکه چجوری از اون ابزار استفاده بشه امر خیلی مهمیه. کلا بحث خیلی حساسیه و بین علما اختلافه که آیا باید باشه یه همچین سرویس هایی، نباید باشه. وقتی صحبت از دزدیدن اموال کاربران میشه و شستنش از طریق تورنادو کش، همه ما حس میکنیم که چرا همچین ابزاری باید وجود داشته باشه. وقتی خودمون بخوایم از همچین ابزاری استفاده بکنیم، به این فکر میافتیم که خب بحث حریم خصوصی بسیار مهمه و یه انگار راه رفتن روی لبه تیغه. وقتی داری راجع بهش صحبت میکنی بحث خیلی پیچیده ایه. اگر دوست داشتی نظرتو تو کامنت ها بنویس. در حاشیه این صحبت هایی که آقای ویتالیک بوترین کرده، یه سری رکوردهای مالی هم از جانب بنیاد اتریوم رصد شده که نشون میده توی چند هفته گذشته روزانه 1000 تا اتریوم به یک آدرس کیف پولی منتقل شده از سمت بنیاد اتریوم و مجموعاً 15000 اتریوم
تا الان تونستن جابجا بکنن و طی تحقیقاتی که انجام شده فهمیدن که این آدرس متعلق به یک کیف پول مولتی سیگنیچره، یعنی چند امضاییه. معمولا کیف پول های این شکلی هستن که مربوط به یک بنیاد یا یک شرکت بزرگن که چند تا هیئت مدیره داره و هر کدوم از اون هیئت مدیره ها باید تایید بکنن که اون پول بخواد جابجا بشه یا هر ترانزکشن از توی اون ولت خارج بشه. این کیف پول مربوط به بودجه جنوسیس سیف، یه ابزار امن برای مدیریت خزانه یا تخصیص بودجه و پروژه ها که خب بخشی از این پول مربوط میشه به همون فاندی که دارن جمع آوری میکنن برای شرکت تورنادو کش و اون شخصی که در واقع دیولپر تورنادو کش هستش که بتونن پرونده حقوقیش رو مستهلک بکنن. غیر از این جابجایی بزرگ، یک سری حرکت‌های دیگه هم از سمت یک سری از نهنگ‌های قدیمی رصد شده که یه در واقع مربوط میشه به آدرس کیف پولی که بسیار قدیمی، حدود 14 سال پیش این آدرس فعال بوده و تمام طول این 14 سال کاملا فعالیتی نداشته و فقط هولد کرده و 4 جون که میشه همین روز گذشته 80,009 واحد بیت کوین معادل 8.7 میلیارد دلار سرمایه رو به یک کیف پول جدید منتقل کرده. تراکنش ها به صورت پارت بوده و 10,000 تا 10,000 تا جابجا کرده. آدرسی که این بیت کوین ها بهش انتقال داده شده صرافی نیست و یک کیف پول ناشناسیه که رکوردی هم قبلا نداشته. به هر حال این جابجایی پول احتمالاً برای بحث امنیت انجام شده و توی 10 سال گذشته این بزرگترین حجم بیت کوینی بوده که منتقل شده و از یک ولت به یک ولت دیگه جابجا شده. دیروز یه اتفاق دیگه هم افتاده که این Big Beautiful Bill، لایحه بزرگ و زیبای آقای ترامپ تایید شد، رفت کنگره آمریکا و از نظر قانونی دیگه ثبت شده و قراره که اجرایی بشه. یه سری نکته داره که اینا رو بهتون میگم. ضد و نقیض خیلی هست که اصلا این اتفاق ممکنه آسیب بزنه به اقتصاد آمریکا و هر کسی یه جنبه‌ای رو داره بهش نگاه میکنه و اگر صرفاً بخوایم به همین نگاه بکنیم، آره ممکنه توی 4 سال آینده باعث رکود بشه توی آمریکا و ممکنه اقتصاد رو خیلی دگرگون کنه، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که در کنار این لایحه باید ببینیم که آقای ترامپ میخواد چیکار انجام بده. یعنی این بحث تعرفه ها و چند تا مورد دیگه که ایشون داره همزمان پیگیری میکنه نهایتاً ما رو به سمت این میبره که بتونیم پیش بینی کنیم که دقیقاً توی ذهنش چی میگذره و اینکه چه اتفاقی ممکنه اقتصاد آمریکا رو دگرگون بکنه. چند تا نکته راجع به این لایحه خیلی بزرگ وجود داره که نکته‌هاشو بهتون میگم. یه سری معافیت‌های جدید برای حقوق دریافتی و انعام و اضافه کاری و اینها در نظر گرفتن توش. حفاظت مرزی و مهاجرت رو اومدن افزایش بودجه دادن که نتیجهش اون اتفاقاتیه که الان توی روزهای گذشته احتمالاً خبرش به گوشتون رسیده که یه سری نیروهایش لباس شخصی با اتوریتی این که ما از طرف اداره مهاجرت هستیم میرزن توی خیابونا و هر کسی که رنگ پوستش سفید نیست یا مثلا حس میکنن که خارجیه چکش میکنن و تا میبینن که پاسپورت نداره سری دیپورتش میکنن و الان خیلی از ایرانیایی که چندین سال اصلا توی آمریکا زندگی میکردن به این مشکل خوردن و متاسفانه برای مهاجرها آمریکا دیگه لوکیشن امنی نیستش و همونطور که داریم میبینیم اصلا فرقی هم نمیکنه که طرف تازه رفته باشه آمریکا یا اینکه چندین سال آمریکا زندگی کرده. حالا که این تایید شده احتمالاً این اتفاقات بیشتر هم خواهد شد، یعنی از لحاظ بحث سیاست مهاجرت و پذیرا بودن برای نیروی کار خارجی احتمالاً آمریکا خیلی بسته تر خواهد شد. مسئله بعدی بحث مدیکید و اسنپ هستش که SNAP که اینها طرحهایی هستن برای کسانی که حالا بضاعت خیلی قوی ندارن و از حمایت‌های اجتماعی میخوان برخوردار بشن. حالا مثلا میتونه بیمه باشه، پوشش مدل‌های مختلف بیمه، اینها رو دارن کاهش میدن به صورت گسترده. یه سری سازوکار جدید مالیاتی هم وجود داره که وقتی بخونید جزئیاتش رو متوجه میشید کلاً به نفع اون کسیه که سرمایه داره، نه به نفع کسی که کارمنده. یعنی اگر کسی کسب و کار کوچیکی داره توی آمریکا راه میندازه احتمالاً به مشکلات خیلی زیادی میخوره توی ماه‌های آینده. بیشتر به نفع کسیه که از ابتدا سرمایه داشته و همون سیستم سرمایه‌داری که در واقع همیشه ازش صحبت میکنیم توی آمریکا داره به صورت خیلی اغراق شده‌ای اجرا میشه تقریباً. و یه نکته جالب دیگه که این لایحه داره اینه که
احتمال داده که به خاطر اتفاقاتی که توی کوتاه مدت ممکنه بیفته شرایط برای بحث بدهی آمریکا متفاوت میشه و اومده سقف بدهی دولت رو هم افزایش داده که خب به خاطر نابسامانیایی که توی اقتصاد میفته احتمالاً قبل از اینکه بخواد اصلا به اون مرحله برسه که بخواد بره کنگره که بخواد کنگره تایید بکنه که افزایش بدهی داشته باشن، همینجا توی همین طرح اومده این رو ارائه داده و درجا بدهی آمریکا رو سقفش رو بالاتر برده تا حدود 5 تریلیون دلار. یه مسئله دیگه همون IRS هستش که قبلا براتون تعریف کردم که چیه. یه لایحه‌ای بودش که سال 2018 فکر میکنم تایید شده بود که بر اساس اون مثلا شرکت هایی که توی حوزه سوخت های سبز دارن کار میکنن، یا صدامون ضبط میشه دیگه، توی بحث سوخت های سبز و در واقع environment protection یا مثلا چیزایی که مربوط به گرمایش زمین و این داستانا هستش، توی این حوزه در واقع دارن فعالیت میکنن، یه سری پوانای مثبت داشتن، یه سری پوانای مثبت مالی داشتن که اینا مثلا میگم شرکت تسلا که مربوط به آقای ایلان ماسک هستش به وفور از این تسهیلات استفاده کرده بود و در واقع تونسته بود به پشتوانه اونها این سهم بازاری که الان توی بحث خودرو داره رو داشته باشه. با وجود این طرح شرکت‌های شبیه به تسلا به مشکل خواهند خورد. چرا؟ چون که با شرایط سخت اقتصادی مجبورن که رقابتشون رو توی مارکت ادامه بدن و اصلا اختلاف نظری که آقای ترامپ و ایلان ماسک با هم داشتن هم دقیقاً به خاطر همین طرح بود. زمانی که آقای ترامپ این رو معرفی کرد، اولین کسی که مخالفت کرد آقای ایلان ماسک بود. اپیزودش هست توی همین چنل، نوشتم هرچی از دعوا میشناسی بنداز دور، دوست داری برو اونو ببین، کامل اونجا توضیح دادم که اصلا چه اتفاقاتی افتاد که به اینجا رسیدیم. دوتا که با هم دوست بودن مشکلی نداشتن. انتقادها به این طرح آقای ترامپ بسیار زیاده، ضمن اینکه آقای ایلان ماسک مخالفت خودش رو به وفور نشون داده بهمون توی توییت هایی که تا الان زده. آقای ری دلیو که یه بیلیونری هست که شناخته شده است، معمولا چیزایی که راجع بهش صحبت میکنه رو من توی خبرها میام براتون میخونم. ایشون گفته این طرح باعث میشه که این سقف بدهی افزایش پیدا بکنه. وقتی که سقف بدهی افزایش پیدا بکنه، اینو ما نباید به چشم بدهی دولت نگاه بکنیم، از دیدگاه هر خانوار باید نگاه بکنیم. محاسبه کرده گفته به ازای هر خانواده حدود 230,000 دلار تا 425,000 دلار بدهی خواهد بود. هشدار داده و گفته که اگر در کنار این طرح جدید مسیر اصلاحی شامل کاهش هزینه ها، افزایش مالیات هدفمند، نه اینکه فقط یه سری اقشار خاص بخوان مالیات بدن، افرادی که درآمدهای زیاد دارن هم مالیاتشون رو کامل پرداخت بکنن، و تنظیم نرخ بهره تا سطحی که معادل 3% از GDP محاسبه بشه. این اگر اتخاذ نشه احتمال ورود ما به یک ریسشن و اختلال بزرگ اقتصادی بسیار زیاده. الان متوجه میشید که چرا آقای ترامپ با آقای پاول دعوا داره که نرخ بهره رو هر جور شده بیار پایین، چون اجرا شدن این طرح ضمن این که باعث میشه وضعیت اقتصادی یه مقدار ناهنجار بشه، چون از اون طرف بحث هزینه‌های درمانه که این مدیکر وقتی حذف شده خیلی از افراد دیگه نمیتونن بحث سلامتشون رو مثل قبل پیگیری بکنن و هزینه هاشون میره بالا، هزینه ها بره بالا، از اون طرف خیلی چیزهای دیگه گرون میشه. به هر حال کنار همه اینها ما بحث تعرفه ها رو هم داریم که هنوز نتیجه نهایی نشده و هنوز درگیری ها وجود داره. تمام اینها کنار هم وقتی چیده میشه ما متوجه میشیم که علت این که آقای ترامپ داره فشار میاره دقیقاً همینه، چون تنها چیزی که میتونه یه مقدار این موضوع رو مستهلک بکنه و این طرحی که آقای ترامپ داره اجرا میکنه رو منطقی بکنه اینه که نرخ بهره حتی دستوری بیاد پایین که اقتصاد بتونه چرخش بچرخه. ظاهرا درگیریایی که امریکا و کانادا با هم داشتن داره به جاهای منطقی میرسه و یک شرایط وین وین یعنی بردی داره ایجاد میشه. سفیر ایالات متحده توی کانادا اومده ابراز امیدواری کرده که احتمالاً آمریکا و کانادا میتونن به یک توافقی برسن. ایشون گفته که هر دو تا کشور دارن تمام وقت با هم دیگه گفتگو میکنن و این ضرب العجلی هم که آقای ترامپ در نظر گرفته تا 21 جون 2025 یعنی همین 10-12 روز دیگه. اگر به نتیجه نرسن 11 الی 50% تعرفه روی کالاها در نظر میگیرن که شرکت‌های تکنولوژی رو بسیار تحت تاثیر قرار میده. از اون طرف کشورهای دیگه هم درگیر این
بحث تعرفه ها هستن. همچنان آقای ترامپ امروز 5 جون اومده به 12 تا از کشورها نامه فرستاده و بهشون هشدار داده که گفته اگر که شرایط رو جدی نگیرن بین 10 تا 70% احتمال مطلق برای تایید تعرفه ها وجود داره. تا این لحظه صرفاً در حد صحبت کردن بوده، به هیچ توافق مقدماتی نرسیدن. از طرف اروپا، ژاپن و کره جنوبی همچنان دارن پیگیری میکنن و شرایط رو بررسی میکنن ببینن که چطوری میتونن این شرایط رو برای همدیگه مستهلک بکنن. اپیزود قبلی راجع به یه مقاله‌ای صحبت کردم باهاتون که راجع به گول زدن کل دنیا توسط آقای ترامپ از طریق همین تعرفه ها بودش که پیشنهاد میکنم نسخه اصلیشو برید بخونید، خیلی چیز جالبیه. حالا ما باید نگران کریپتو باشیم. آیا بازار کریپتو بعد از این تعرفه های 70% چه بلایی سرش میاد؟ یه مقاله اینجا توی کوینپدیا منتشر شده که به ما میگه توی این پروسه چه اسست هایی میتونن کمتر آسیب ببینن و پیش بینی کرده. گفته که توی شرایطی که سرمایه گذارها درگیر شوک های این چنینی میشن که به خاطر بحث تعرفه های کشورها اتفاق میفته، دنبال محافظت از پول خودشون در برابر تورم و ضعف ارزهای مختلف میگردن. برای همین به سمت بیت کوین و استیبل کوین پناه خواهند برد. با توجه به اینکه بیت کوین خودش نوسان خواهد داشت توی این شرایط، این صحبت رو برای کمپانی هایی گفته که توی حوزه تکنولوژی هستن و اصلا توی حوزه کریپتو فعال هستن و شرکت های دیگه توی شرایط این شنینی قطعا نمیان روی بیت کوین سرمایه گذاری بکنن، قطعا میرن سراغ اسست های کم ریسک تر. اما نسبت به بقیه دارایی های دیجیتال بیت کوین خودش منطقی تره. موضوع بعدی که خیلی مسئله مهمیه و ابعاد نهانی داره که الان بهتون میگم اون ابعاد چیه. یه لایحه‌ای بود به نام جنیوس اکت که من بارها راجبش صحبت کردم که یه در واقع لایحه مختص فضای کریپتوکارنسی و دارایی‌های دیجیتاله که بر اساس اون میاد برای صادرکنندگان استیبل کوین و شرکت‌هایی مثل سیرکل و تتر شرایطی رو ایجاد میکنه که شفافیت کامل باید رعایت بشه توش. یعنی مجبور میکنن کمپانی‌ها رو که گزارش‌های منظم و کاندیشن‌های خیلی خاصی رو رعایت بکنن. با توجه به سابقه شرکت تتر احتمال داره که زیر بار نره که بخواد این کارا رو انجام بده و 3 تا گزینه بیشتر نداره شرکت تتر. توی این شرایط یا باید با این مقررات جدیدی که از طرف جنیوس اکت تعیین میشه خودش رو انطباق بده، یا اینکه از بازار آمریکا خارج بشه، یا اینکه بیاد یک استیبل کوین جدید و یک نسخه جدیدی از USDT رو با شرایط جنیوس اکت صادر بکنه. که این ازدیاد استیبل کوین یه جنبه ای داره که خیلی ها اون جنبه رو نگاه نمی کنن. اگر شما دقت بکنید میزان استفاده از استیبل کوین ها وقتی بالا میره، ما یه جورایی داریم ارز اون کشور رو، اون به هر حال پشتوانه داره دیگه، ما داریم ارز اون کشور رو میخریم و زمانی که اینا خریداری میشه و نگهداری میشه یه جورایی اون بدهی بزرگ دولت داره این طرف از طریق استیبل کوین ها پر میشه. و اگر از این دید نگاه بکنید این ازدیاد استیبل کوین ها خیلی داره بودار میشه و به بهونه‌های مختلف دارن شرایط رو این شکلی میکنن. الان با این خبر این ایده منتشر شده که احتمالاً تتر بخواد یه لاین جدیدی از استیبل کوین رو ارائه بده که بالا اون شرایط خاص جنیوس اکت رو بخواد رعایت بکنه، ولی به هر حال باید ببینیم که دقیقاً چه تصمیمی رو اتخاذ میکنن و اینکه این موردی که گفتم پاور کردن در واقع بدهی خودش کشور آمریکا از طریق همین استیبل کوین ها و اینکه اصلا از یک جایی به بعد اینها یهو ورق برگشت و تمام افرادی که مخالف کریپتو بودن یهو دوستدار کریپتو شدن، مثل آقای لری فینک، مثل خود آقای ترامپ. اینا قبلا خودشون منتقد کریپتو بودن و میگفتن اصلا ما کاری نداریم باهاش، چرا باید سرمایه گذاری حتی بکنیم. و من فکر میکنم که این مسئله چون این پتانسیل در استیبل کوین ها وجود داره میتونه یه قطعه پازل باشه که شما برید راجبش بیشتر تحقیق بکنید. یه تیکه پازل دیگه هم بهتون میدم راجبش فکر بکنید. شرکت XRP که بسیار نزدیک به دولت آمریکا و اصلا یه جورایی نماینده آمریکاست توی بحث کریپتوکارنسی ها، اون هم اومد RLUSD رو ارائه داد
و تمرکز خیلی زیادی روی این بحث داره انجام میده و خود شرکت سیرکل ارائه دهنده USDC اینها به شدت دارن روی این مسائل تمرکز میکنن و به شدت دارن خدماتشون رو گسترش میدن و یکم این قضیه باید از جنبه‌های کلان نگاه بشه بهش، ببینیم که اصلا چشمانداز اینا چیه. اگر حبابی بخواد از بین بره یا چیزی منفجر بشه یا یک بحرانی شکل بگیره، میتونه از استیبل کوین ها شروع بشه و این مسئله خیلی مهمیه. این صرفا تحلیل نبودش که بهتون گفتم، این آیتمیه که رسما آفیشیالی منتشر شده و الان یه خبرگزاری دیگه است و این هم اشاره به این داره که یکی از گزینه‌های تتر اینه که یه استیبل کوین جدید ارائه بده و یه جورایی کاری که میخوان انجام بدن رو قبلش اعلام میکنن و صرفا کسایی که هوشیار هستن قبل بحران متوجهش میشن. خب بریم سراغ اتفاقی که توی برزیل افتاده. یه گروه هکری اومدن به سیستم‌های شرکت C&M Software دسترسی پیدا کردن که این شرکت زیرساخت اتصال بانک‌ها به بانک مرکزی برزیل رو ارائه میداده و حدود 140 میلیون دلار رو تونستن از 6 تا حساب مؤسسه‌های مالی بدزدن و استخراج بکنن. تا الان 30 تا 40 میلیون دلار از این مبلغ به صورت رمز ارز و بیت کوین در اومده و منتقل شده و از طریق صرافی‌ها و OTC‌های آمریکایی تونستن اینها رو جابجا بکنن. جالب اینجاست که عامل نفوذی یک کارمند داخلی بوده که اومدن 2700 دلار بهش پرداخت کردن و ایشون اومده اطلاعات رو به اینها فروخته و این ابزار رو تونستن از طریق اون دیتایی که ایشون به اینها فروخته تهیه بکنن و به اطلاعات بانک نفوذ بکنن. همیشه مشکلات بزرگ کمپانی ها و کشورها وجود آدم های ارزونه و یه شخص ارزون توی یک سیستم میتونه کل اون سیستم رو از بین ببره. به هیچ مورد خاصی اشاره نمی‌کنم. بریم بعدی. خب ترکیه گویا قمر رو از رو بسته و اومده 46 تا از شرکت ها و سرویس های مربوط به دیفای رو بن کرده. 45 تا وبسایت رمز ارزی شامل پنکیک سوپ و یه سری سرویس های دیگه از طرف دولت ترکیه فاقد مجوزهای اولیه بودند و مسدود شدند و این تصمیم در چارچوب قوانین جدید ترکیه در سال 2025 اتخاذ شده و هدفش افزایش شفافیت و مقابله با پولشویی هستش. این مورد که کاربرها نسبت به این اقدام مخالفتشون رو نشون دادن و گفتن که اگر این اتفاق بیفته کاربران ترکیه مجبور میشن که از VPN استفاده بکنن. یه مورد جالب قضیه است که فقط برای ما ایرانی‌ها جالبه، یعنی هیچ جای دنیا جالب نیست، همه اینجوری هن که چرا باید یه اتفاق اینجوری بیفته، ولی خب برای ما خاطر است. یه آیتم جا مونده بود از تعرفه ها، این که کره جنوبی اومده یک بسته کمک مالی 23 میلیارد دلاری برای مقابله با تعرفه های آمریکا آماده کرده. بودجهش از محل انتشار اوراق قرضه تامین شده و بخش عمده‌ای از منابع صرف پرداخت نقدی به خانواده‌های کم درآمد، بن‌های خرید و حمایت از کسب و کارهای کوچک و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و صادرات خواهد شد که این رو در راستای اقداماتی که آمریکا نسبت به کره جنوبی اتخاذ کرده، دولت کره این تصمیم رو در واقع گرفته. احتمال میره که اینا با هم دیگه به نتیجه نرسن، یعنی وقتی همچین اقدامی رو دارن انجام میدن احتمالاً یک تقابلی بین این دو کشور قرار اتفاق بیفته که حالا باید آپدیتش رو ببینیم که چه اتفاقی میفته. به عنوان آیتم آخر و اینکه ویدیو طولانی هم نشه، اگر دارید از فایرفاکس استفاده میکنید احتمالاً دارایی دیجیتالتون توی خطره. طبق دیتایی که توسط تیم امنیتی کوی سکیوریتی منتشر شده، بیش از 40 افزونه‌ای که توی موزیلا فایرفاکس وجود داره جعلی هستن و احتمالاً شما هم دارید ازش استفاده میکنید. اینها میان تمام اون کدهایی که شما برای سکیور کردن کیف پولتون هست رو ایمیتیت میکنن، یعنی تقلیدش میکنن، تکرارش میکنن و این رو براتون برمیدارن و میفرستن برای کاربرانی که دیولپر اون افزونه ها هستن
و اگر که کیف پولتون روی موزیلا فایرفاکس هست پیشنهاد میکنم که از اونجا ساین اوت بشید، توی یک ولت دیگه توی فضای کروم یا بریو این رو باز بکنید و از اون طریق دارایی هاتون رو ببرید به یک کیف پول جدید که دیگه مشکل امنیتی نداشته باشید. راجع به بحث امنیت ولت ها من فکر میکنم لازمه که یه اپیزود کامل بیام بهتون توضیح بدم که چه اتفاقاتی باید بیفته و شما چه جوری اینها رو مدیریت بکنید. ممنون تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگر این ویدیو برات مفید بود برای دوستات بفرست. این اولین باره که من یه همچین CTA رو دارم به کار میبرم. هیچ موقع من نگفتم مثلا به زور لایک کن یا کامنت بذار یا هر چیزی، ولی خب توی شرایطی که الان هستیم با توجه به اینکه یه 10-15 روزی ما به خاطر شرایطی که میدونید فعالیت نداشتیم، آمار چنل به شدت افت کرده و یوتیوب خیلی سخت آشتی میکنه تو اینجور شرایط. پس لطف کنید ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و اینکه هر یوتیوب چنلی که به نظرتون مفیده و داره به رشد جامعه کمک میکنه و خودتون هم دوستش دارید توی اینجور شرایط سعی کنید حمایتش بکنید و برید ویدیوهای قبلیش رو ببینید. چنل خودمو نمیگم، چنل های دیگه که به نظرتون مفیدن و دوست دارید برید اونها رو حمایت بکنید، ویدیوهای قبلیشون رو ببینید. یه سریاشون که حالا چنل‌های کوچیک‌تر هستن که کلا فعالیتشون رو قطع کردن، برید ویو بزنید، لایک کنید، براشون کامنت بذارید که انگیزه بگیرن و بتونن ادامه بدن، چون که اوضاع یوتیوب فارسی اصلا خوب نیست. به غیر از یه سری یوتیوبر خاص بقیه خیلی ها اصلا متوقف شدن و فعالیتشون رو ادامه ندادن متاسفانه. ممنون از اینکه همراه من بودید. مراقب خودتون باشید، مدیریت سرمایه کنید، فومو نباشید. روزتون بخیر.